سلام، صبح همگی بخیر. یکی از مسائل دیگه‌ای که ما زیاد باش برخورد داریم این هستش که دوستان عزیزی که به ما مراجعه میکنن و قصد دارن که آیلتس یا تافل یاد بگیرن، از ما میخوان که به صورت اسپسیفیک فقط روی آیلتس تمرکز بکنیم و بعد از اینکه ما تعیین سطح میکنیم متوجه میشیم که اول باید بخش جنرال اینا قوی بشه، بعداً بخوان وارد آیلتس بشن. ولی وقتی بهشون توضیح میدیم یا ناراحت میشن یا اینکه نمیخوان اون دوره رو پیش ببرن. ببینید دوستان، برای اینکه شما بخواید آیلتس یا هر آزمون دیگه‌ای رو امتحان بدین باید بخش جنرال رو بدونین، قوی بشین و بعد بتونین وارد هیته آزمون بشین. به خاطر اینکه اینا از هم دیگه جدا نیستن، فقط تفاوتشون اینه که توی قسمت آزمون ما به شما چگونه تست زدن رو، چگونه آزمون دادن یاد میدیم و از طریق اون شما میتونین برین آزمون بدین و به نمره‌ای که میخواین برسین. ولی به هیچ عنوان تا زمانی که جنرالتون قوی نباشه نمیتونین آیلتس امتحان بدین. بیس کار جنراله. بنابراین کسایی که اصلا نمیخوان آزمون بدن وقتی میان پیش ما و از ما سوال میپرسن، بیس کار ما از جنرال شروع میشه. یعنی این مسئله شامل شما هم میشه که جنرال اسپیکینگ دارین، جنرال گرامر دارین، همه چیزشون به صورت جنرال وارد میشه توی هیته آموزش شما. اگر در آینده خواستین شما رو وارد بخش آزمون و آیلتس میکنیم که بهتون به صورت اسپسیفیک و به صورت حرفه‌ای‌تر اون بخش رو آموزش بدیم. امیدوارم که موفق باشین. وقتتون بخیر. بای.